سلام، خیلی خوش آمدیم به 1 دقیقه با پایتون. توی این ویدیو میخوایم عملگرهای منطقی رو بررسی کنیم که کلا 3 تا عملگر داره: and، or و یا not. and زمانی خروجی این هم دوباره true یا false هستش و برای and زمانی true هستش که هر 2 تا عمل وند true باشن و برای or زمانی false هستش که هر 2 تا عمل وند false باشه. اینجا این جدول ها نشون دهنده خروجی هر کدوم از حالت های and، or و not هستش و اینجا مثال هایی رو از این عملگر داریم. برای مثال x true و y false هستش و اگر اینها رو با هم and کنیم انتظار میره که false باشه و اگر or کنیم انتظار میره که true باشه و در نهایت مقدار not هر کدوم از اینها چاپ شده. شما میبینین که and true و false میشه false و or true و false میشه true. و همچنین ما میتونیم این عملگرها رو در ترکیب با عملگرهای شرطی استفاده کنیم. اینجا 1 کمتر از 2 هستش، پس این true هست. 6 کمتر از 5 نیست، پس این false هستش. یه طرف and true و طرف بعدی false، در نتیجه خروجی میشه false. ولی اگر or استفاده کنیم 1 true با 1 false، orشون با هم میشه true. و این بود از مثال‌های عملگرهای منطقی در پایتون. ممنون که توی این ویدیو هم با ما بودین.